سهراب، یه هدیه برات دارم. این مهره که همیشه باید موقع جنگ به بازوت ببندیش. هیچ وقت فراموش نکن. من یه پیرزن خرافاتی که به سحر و جادو اعتقاد داره نیستم. به این مهره محافظ نیازی ندارم مادر. پسرم با دقت گوش کن. پدرت از یه خانواده اصیل و قدرتمنده. اون از من خواسته وقتی که بزرگ شدی و رفتی دنبال سرنوشتت این مهره رو بدم بهت. پدرم؟ اون خواستین رو بهم بدی؟ بله، پدرت. اون خیلی دوست داره. خواهش میکنم بهم بگو اون کیه؟ کافیه، قبلا در موردش صحبت کردیم. فقط بدون که پدرت یه مرد معمولی نیست. اون در قدرت و شهامت بی همتاست. وقتی زمانش برسه خودت میفهمی اون کیه. حالا کی مرموزه؟ کاری میکنم بهم افتخار کنی مادر. پسرم، من همیشه بهت افتخار میکنم.